جوان دختر شوهر میکند و هر صبح شوهرش را برای نماز بامداد بیدار میکند تا از جماعت دیر نماند. در این مدت یک روز شوهرش را دیرتر بیدار میکند که از نماز جماعت دیر میماند و نماز را با جماعت دوم میخواند. بعد نماز امام نزدش آمده میگوید شما شوهر فلان زن هستید؟ مرد ناراحت شده میگوید تو چی کار داری به زن من؟ امام در جواب میگوید به خدا قسم خواب دیدم همه کسانی که امروز در جماعت اول بودند وارد بهشت شدند و در بینمان یک زن بود. گفتم این کی هست؟ مردم جواب گفتند که این همسر فلان شخص می باشد. مرد سراسیمه به خانه بر می گردد تا خوشخبر را به همسرش برساند. وقتی وارد خانه می شود می بیند که همسر گرامیش در حالت سجده جان را به جان آفرین سپاریده است. عزیزان، فقط و فقط نمازهایتان را در وقتش ادا کنید تا در بهشت خداوند جای